آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. پروردگار میگوید آن کسانی که ایمان آوردند، آن کسانی که با وجود پروردگار ایمان آوردند و با این قناعت نکردند، در برابر این ایمان آوردگی 5 وقت نماز ادا کردند و از مال داشتهشان زکات دادند، پروردگار به اینها چی بشارت میدهد؟ لهم اجرهم عند ربهم. برای این گونه مؤمن هایی که 5 وقت نماز دارند و از مالشان زکات میدهند، یقین دارند که در نزد من برای اونها پاداش وجود دارد. برای این گونه جمعیت در نزد من اجر ذخیره شده ایستاده است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمعیتی که 5 وقت نماز میخواند، این جمعیتی که از مال خود زکات میدهد، اینها هرگیز یگان ترس و هیبت در دلشان جایگیر نکنند و اینها غمگین نباشند که آخرت اینها آباد است. کسانی که در دنیا ایمان بر خدا میارند، 5 وقت نماز ادا میکنند، از مالی که الله برای اونها داده است زکات میدهند، الله میگوید اینها در نزد من پاداش دارند، اجر دارند. این بنده های هستند که دیگر نترسند و غمگین نباشند که چی قبر اینها چی قیامت اینها آباد است. خوش به حال همون مؤمن هایی که 5 وقت نماز در وقتش ادا میکنند. خوش به حال همون مسلمان ها و مؤمن هایی که از مال دادگی پروردگار زکات جدا میکنند. خوش به حالشون که الله برای اینها الک بشارت داد که هیچ پروایی نکنند، نترسند، غمگین نباشند که اینها بندگان صالح هستند. اینها بندگانی هستند که الله بالای این طایفه روز قیامت رحم دارد و رحمت دارد. یکی از صحابه های